خانم ببخشید از خانواده شما هم کسی اعزام میشه؟ نه خیر. شما اومدین برای بدرقه رزمنده آمده؟ رزمندان نیستن اینجا، جاشون خالیه، اومدم جا اونا رو پر کنم. اون بدرقه کجا؟ جایی شد. چقدر سخته یه خانواده مفقود الاثر داشته باشه، خیلی سخت. اون خانواده‌ای که نمیدونن جوانشون زنده است یا نه، هر لحظه‌ای برای اونها مثل شب عملیاته، دائم در حال نگرانی هم. آیا زنده است؟ آیا شهید شده؟ آیا زنده خواهد موند؟ آیا او را خواهند دید؟ گمنامی همان ابتدای آشنایی است و این ما آدم‌هاییم که در ترجمه و تفسیر آن در ابتدای راهیم. این تفکر و اندیشه زمان است که رنگ گمنامی به تو داده. آنچه گمنام تر از نام توست یاد توست. شما را خدا می شناسد و در نظر او گمنام نیستی، چرا که مقدمه خداشناس شدن گمنامی است. به راستی آنان که در زمین گمنامند در آسمان ها مشهورند. با قرآن یا کاسه آبی بدرقه‌اش می‌کنی. نمیدانم لحظه وداع چه زمزمه کردی، نگاهت چه خواند و چه دعایی بدرقه راهش کردی. نمیدانم، اما خوب میدانم برای وصال بسیار سخن داری، برای گفتن از فراق سالهایی که بیایی بنشینی به تماشای امید. یعقوب بیا که کاروان آمده است، از یوسف بی نشان نشان آمده است. فرزندانت درست گفتند به تو، پیراهن و مشتی استخوان آمده است. این گمنام 61 داری؟ 18 ساله. آره 18 ساله. آره سومار سومار ممدنی سومار. مانده خورشید همین دم که بگیرد اینجا، زیر تابوت سبک یا غم سنگین. مادر کی داری میگردی؟ 23 ساله. ببین بچه تو خوشگله. مادم دوست داشتی بدرقه کنم، شاید بچه منم تو اینا باشه، نمیدونم. من اومدم دوستاتم دیدم مامان، تو نبودیم مامان، دیگه میرم خونه مامان، قربونت برم مامان. اشک حلقه زده است بر دروازه چشمانت و امید یک نشان از قافله سالارت. و پس از این همه سال هنوز هم قدم‌های خسته‌ات تا به آمدن می آورد و با یک دنیا عشق و امید به دنبال کاروان وصال برداشته می شوند. اما بعد از سالها بیخبری نمیدانی شب‌های جمعه میهمانی تو بر سر کدامین مزار است. اما میدانی همه آنها به سان کبوتر تو گمنام پر کشیده و اکنون امید تو هست. آن جانی را که به دست گرفته اید با کدامین نام به خود معنا میگیرد؟ با چه نامی بر دوش شانه های شهر میبریدشان؟ کاش میدانستیم زلال روحتان در کدامین نقطه جاری است. چه حیف که رسم آیینتان گمنام تر از نامتان شده.
من در عجبم با این همه نامی که تو داری. این خلق چرا نام تو گمنام نهاد؟